با مهمترین خبر و گزارش روز برنامه تلویزیونی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. با پیشنهاد رئیس شهر پنجگان عبدالخالق دستگیری رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده و فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دوست‌زاده خسرو محمد نظیر معاون رئیس شهر پنجگان اوی با اقتصاد و سودا تعیین کردید. گزارشی از آنها مولانا و اسماعیل جان خلاف در این باره. در جلسه‌ای که در تالار خردی مقامات اجرایی محلی حکومت دولت شهر تحت رهبری رئیس شهر عبدالخالق برگزار گردید، مسئله کادرها مورد محاکمه قرار گرفت. در جلسه نخست سردار شعبه کادرهای دستگاه رئیس ولایت سوخت غالب جان شریفزاده سخن گفت. مکتوب رئیس شهر به عنوان محترم رئیس ولایت جهتی پیشنهاد نامزدها با منصب معاون عاید به سمت اقتصادیات ارسال گردیده بود. از جانب محترم رئیس ولایت به عنوان پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امامعلی رحمان جهت گرفتن رازگی مکتوب ارسال گردید و از جانب اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان مطابق ماده 20 قانون کنستان جمهوری تاجیکستان درباره مقامات محلی حکومت دولتی درباره به وظیفه معاون رئیس شهر پنجگان ولایت سوخت تعیین نمودن دوست‌زاده خسرو محمد نظیر رازگی به امضا رسید. بعدا رئیس شهر عبدالخالق قرار رئیس شهر را عاید به وظیفه معاون رئیس شهر پنجگان عاید به مسائل اقتصاد و سودا تعیین نمودن دوست‌زاده خسرو محمد نظیر قرائت نمود و گفت که دوست‌زاده خسرو تجربه کافی راهبری دارد و امید و باوری هست که او از عهده سپارش‌های به عهده گذاشته البته می‌براید. در خاتمه دوست‌زاده خسرو محمد نظیر برای باوری به پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده و رئیس شهر عبدالخالق برای باوری اظهار سپاس نمود و گفت که خدمت ارزنده به خلق و وطن هدفش در زندگی بود و همین طور باقی مانده است. در مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستان شهر پنجگان با اشتراک هیئت کمیسی با صلاحیت از ساختارهای نظارتی به مقدار کلان محصولات خوراکواری مهلت استعمالش گذاشته و به سلامت خطرناک نابود کرده شد. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. در دوام نیم ساله اول سال 2021 از طرف متخصصان و کارمندان مرکز تشخیص منطقوی تاجیک استانداردی شهری پنجگان از بازار و فروشگاه‌ها نقطه‌های سودا یک مقدار مواد غذایی با طلبات استانداردی ناموافق و به سلامتی خطرناک از معاملات بازداشته شد. پس از معین نمودن ترکیب این محصولات معلوم گردید که استعمال این محصولات برای شهروندان خطرناک می باشد. با این مقصد در اساس قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان با اشتراک نمایندگان ساختارهای صلاحیتناک این مقدار مواد غیر استانداردی نابود کرده شد. درباره نابودسازی و من بعد راه ندادن به چنین کمبودی‌ها متخصص مرکز تامینات امنیت آذوقه‌واری شهر پنجگان کریم سعیدوف و نماینده مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر پنجگان افسرشاه رجبوف اندیشه‌های خویش را به ما این طور ارزیابی کردند. محصولات یوگورت محصولات خوراک بچگانه بوده مهلت استفاده بریش گذاشته است که از طرف اجنسی تاجیک استاندارد از فروش بازداشته شده است. محصولاتی که مهلت استفاده بریش گذاشته است یا تقمه گذاری نشده است موافق قانون جمهوری تاجیکستان بهتری محصولات همچون محصولات خطرناک دانسته شده اینا به نابودسازی روانه کرده میشه. از آن جمله در اینجا حسیب‌های هم که از طرف اجنسی تاجیک استاندارد که مهلت استفاده بریش گذاشته است بازداشت شده است این هم برای نابودسازی روانه کرده شده در کرماتوری‌ها سوزانده می‌شود.
از استعمال کنندگان محترم احترام خواهش می‌کنم که برای خریدار نمودن محصولات خود، گوشت خود، شیر خود، قرنودی تمام محصولات با تمام‌گذاری آن اهمیت دارند و بعد خریدار نمایند. این محصولاتی که از طرف آگهی تاجیکستان از سودا گرفته شد با سلامتی انسان خطرناک حساب می‌شود و برای استعمال اجازه داده نمی‌شود. نسبت شخصانی که همین محصولات مورد استعمالش گذاشته با فروش داده با جانب آگهی تاجیکستان و متخصصان مرکز نظارت دولتی سنتر اپیدمیولوژی شهر پنجکین پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده نسبتشان جلوگیری کرده شد. مدیر بخش نظارت سودای مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستاندارتی شهر پنجکین شاکر امانقولов ضمن سخنرانی خویش پیرامون از معاملات گرفتن مال و محصولات به سلامتی ضررناک و راه‌های پیشگیری من بعد آن با ما چنین اطلاع داد. امروز ما گروه کاری تصمیم گرفتیم که یک قطار مال و محصولاتی که از طرف ناظران مرکز در نتیجه سنجش ها محصولاتی که مورد استعمالش گذشته است از فروش باز داشته بودیم با کمیسیای صلاحیت‌ناک امروز در مرکز محصولاتی مورد استعمالش گذشته را نیست و نابود کرده ایم. قسما برای خوراک چهاروا و قسمش را برای سوزاندن نابود کرده می شود. بسیاری محصولات ها از شهر و دهات پنجکین از فروش بازداشت کردگی محصولات مورد استعمالش گذشته همه محصولات ها موافق سند گرفت نمونه با آزمایشگاه مرکز سپارده شد. در نتیجه تشخیص آزمایشگاه محصولات ها غیر استانداردی دانسته شد. از این لحاظ همه محصولات هایی که غیر استانداردی موافق پروتکل تشخیص آزمایشگاه غیر استانداردی دانسته شد مطابق ماده 11 قانون جمهوری تاجیکستان درباره بهترین محصولات خوراکواری خطرناک ثابت شده از فروش بازداشت شد. صاحبکارانی که به فروش مال محصولات پس‌صفت راه دادند موافق کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان جریمه بندی کرده شدند. مورد ذکر است که در مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستاندارتی شهر پنجکین آزمایشگاه محصولات خوراکواری با تجهیزات زمانوی تامین بوده برای دقیقاً معین کردن ترکیب محصولات غیر استانداردی از تمام امکانیت‌ها استفاده برده می شود. مدیر آزمایشگاه محصولات خوراکواری مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستاندارتی شهر پنجکین دلارام تاشیوا جریان تشخیص چنین محصولاتی به سلامتی ضررآور و فعالیت من بعد آزمایشگاه را به ما این طور شرح داد. در 6 ماه یکم از طرف متخصصان بخش نظارت سودا دولتی و شعبه بهادی مطابقت 541 عدد نمونه به ما پیشنهاد کرده شد. از اینها 78 نامگوی غیر استانداردی دانسته شد که 30 عدد آن را با تشبث متخصصان بخش نظارت سودا، 48 عدد آن با یک جایگی با مقامات حفظ حقوق و بخش نظارت سودا 48 عدد نمونه غیر استانداردی دانسته شد. ما از استعمال کنندگان خواهش می‌کنیم که در حالت پایمال شدن حقوق‌های استعمالی آنها یا خریداری نمودن محصولات غیر استانداردی و شبهه‌ناک به آزمایشگاه ما مراجعت نمایند. ما همیشه در خدمت استعمال کنندگان میباشیم و میتوانند که جوابی هم تشخیصی که خیلی شبهه‌ناک باشد ما جواب آنها را به آنها پیشنهاد نماییم. در آزمایشگاه ما هر سال با یک تجهیزات‌های نو و زمانوی تامین کرده شده است. یگان خیلی محدودیت ها نیست. ما تشخیص ها را مطابق طلبات رگلامنت جمهوری تاجیکستان، تکنیک جمهوری تاجیکستان به خاطر محصولات خوراکواری، تمام‌گذاری محصولات خوراکواری و حجت های معیاری تکنیکی از نظر گذرانده تشخیص را میگذارانیم. در حالت غیر استانداردی برآمدن این نمونه ها آنها را به بخش نظارت سودا برای چاره‌جویی پیشنهاد می‌نماییم. همینطور در جای مقرر شده یک قسم محصولات برای سلامتی ضررناک و مهلت استعمالش گذشته نابود کرده شد و قسم دیگر برای خوراک چاروا پیشنهاد گردید. ادامه برنامه در دوران خورد کاخ فرهنگ مجلس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکین برگزار گردیده. در آن فعالیت نیم ساله این جریان سیاسی مورد محاکمه و خلاصه برآوری قرار گرفت. گزارش دیگری برنامه در همین باره.
وابسته به نقشه کاری کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک در شهر پنجکین در طول خودی کاخ فرنگ مجلس کمیته با سخن مقدمه معاون رئیس کمیته پروین توش و آغاز یافت. بعد تصدیق روزنامه اجلاسیه و انتخاب هیئت کاتبات از روی مسئله اول تغییرات به هیئت کمیته پروین توش و اخبارات داده گفت که بنابر اسود شهر بیرون رفتن بعضی اعضایان کمیته آنها از هیئت کمیته خارج و به جایشان اعضای نو با آوازی گشاد انتخاب می شوند. سپس از روی مسئله دوم روزنامه فعالیت کمیته در 6 ماه سال 2021 و وظیفه برای نیم سال دوم معاون رئیس کمیته پروین توش و معروض نموده از جمله افزود. محترم حاضرین، کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکین فعالیت خود را در اساس آیین‌نامه و برنامه حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان، دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس معظم حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان محترم امام علی رحمان، قرارهای انجمن حزبی، سپارش‌ها و دستورهای کمیته اجرایی مرکزی و ولایتی، نقشه کاری کمیته اجرایی شهری، دستورها و مجلس‌های سالانه کمیته اجرایی مرکزی حزب و قرارهای کنفرانس‌های ولایتی و شهری، اینچنین تجلیل سناهای فرخنده و راه مانده دوام نیم ساله اول سال 2021 یک قطار کارها را جمع آورد. در ادامه معروضه پروین توش و علاقمند با احترام اعتقاد مردم نسبت اعضایان حزب و به این وسیله پیروزی آنها در معرکه‌های انتخاباتی اندیشه بیان داشت. در دوره حساباتی مسائل مهم حیاتی حزبی در دو مجلس کمیته اجرایی و ریاست آن، کمیسیه دائمی نزد کمیته اجرایی و در کنفرانس‌های 23 و 24 غیرنوبتی کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکین مورد بررسی قرار گرفته. از جمله در کنفرانس 23 غیرنوبتی کمیته اجرایی نامزد پیشنهاد نموده کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکین و جای وکیل خارج شده و وکیل مجلس‌های شهری و ولایتی پیشبری گردیده. در انتخابات که سنه 21 فوریه سال 2021 برگزار شد، نامزد پیشبری نموده کنفرانس در حوزه شهری و ولایتی اجرا کننده وظیفه رئیس شهر پنجکین خالقزاده عبدالخالق صنعتور و جانبداری اکثر کل انتخاب کنندگان سزاوار شد. همچنین سنه 25 یونیو سال 2021 کنفرانس 24 غیرنوبتی کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکین برگزار شده و جای وکیل خارج شدن نامزدی جمعه و فرزانه دیرکتور مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 1 شهر و وکیل مجلس شهری پیشبری گردیده. جدول ملاقات و واخرهای نامزد در حوزه انتخاباتی تصدیق گردیده است. چهاربینا که در 6 ماه سال روان برگزار گردیدند با هدف رسیدن گفت پروین توش و افزود. در مجموع در این مدت سال روان 9 چهاربینی فرهنگی سیاسی با اشتراک 2420 نفر ترغیب رفت اجرایش قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و نسل جوان فهمانیدن خطر درایش به عقیده‌های افراطی، واکنش به دعوت و ملاحظه‌های بدخواهان دولت تاجیکستان از سمت دیگری فعالیت تشکیلات حزبی شهر است. از جمله روز تأسیس‌یابی قواهای مسلح در قسم‌های حربی حدود شهر با اشتراک هیئت کمیته اجرایی، ادیبان، صنعتکاران چهاربینی ادامه تشکیل کرده و افسران و سربازان سپاسنامه و تحفه‌ها تقدیم کرده شد. و افتخار روز مادران بین شوراهای بانوان جماعت‌های دهات و محله‌های شهر آزمون دستورخوان آرایی تشکیل نمودند. غالبان آن با مکافات‌ها سرفراز گردانیده شده‌اند. چون امانه بسیار ساله هر سال با دستگیری کمیته اجرایی در یکی از جماعت‌های دهات به افتخار جشن نوروز با نام نوروز حزبی محفل خاطرمان برگزار می شود. این سال نوروز حزبی با اشتراک رئیس شهر و ساکنان همه دهه‌های حدود جماعت در دهه جماعت دهات خرمی با شکوه شهامت بلند با سپردن سپاسنامه تحفه‌های ادامه و غالبان آزمون‌های دستورخوان آرایی، هنرمندی، صنعت سخنرانی و شعرخوانی، مسابقه ورزشی فوتبال بین دسته جماعت‌های دهات برگزار شد. در خاطبه معروضه پروین توش و اظهار باور نمود که اعضایان حزب خلق دموکراتیک در شهر پنجکین منبعاً باعث درک مصلحت در جای وسایل خدمتی فعالیت نموده بابت اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رهبر معظم حزب محترم امام رحمان سهمگزار خواهند بود.
мо бо азми қавӣ ва эътимод ба ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ аъзоён ва ҷонибдорони ҳизб изҳор менамоем ки ҳизбиён бо иҷрои амалҳои хайру неку саҳмгузорӣ дар корҳои ободонӣ ва созандагӣ ташаббусҳои созанда дар нисолаи дуюми соли 2021 фаъолият намуда барои бо дастовизҳои арзанда истиқбол намудани 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, амалӣ намудани талаботи оинома ва барномаи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, дастуру супоришҳо ва иқдомҳои неку созандаи сарвари муаззами ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарору супоришҳои кумитаи иҷроии марказӣ ва вилоятии ҳизб ҷаҳду талош хоҳад кард. дар мавқеи маъруза валиҷон Ашуров, корманди маркази дилшиносӣ ва шифо Бобокалонова, директори муассисаи таҳсилоти миёнум рақами 31, вакили маҷлиси вилоятӣ ширкат варзиданд. аз рӯи масъалаи дигари маҷлис рафти обуна ба матбуоти ҳизбӣ мудири бахши тарғиботи комиҷоя Урсибой Лутфуллоев баромад намуда вазъи ин маъракаи муҳими сиёсиро дар маҷмӯъ нокифоя арзёбӣ намуд. маҷлиси комиҷоя аз рӯи ҳамин масъалаҳои муҳокимашуда қарорҳои дахтор қабул кард. дар маҷлис намояндаи комиҷояи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Фирдавс Саидов баромад карда аз ҳизбиёни шаҳри Панҷакен даъват ба амал овард ки барои ислоҳи камбудиҳо ва сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ андешта. маҷлиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакенро муовини раиси комиҷоя Парвина Тоҷова ҷамъбаст кард. маъракаи ташвиқоту тарғибот ҷиҳати пешгирии бемории коронавирус дар шаҳру деҳотамон идома дорад. бо мақсади пешгирии паҳншавии коронавируси COVID-19 ва эмин доштани аҳолӣ дар ҳудуди шаҳри Панҷакент аз ҷониби намояндагони ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, маркази санитарию эпидемиологӣ ва бахши кор бо ҷавонон варзиш, гурӯҳҳои корӣ барои бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ вобаста ба пешгирии гашту гузори безарурияти шаҳрвандон, тарғибу ташвиқи истифодаи ниқобҳои муҳофизатӣ ва риояи гигиенаи шахсӣ ташкил гардидаву طول چند روز است که در بین اهالی نقاب و ورقه‌های اطلاعاتی تقسیم می‌نمایند. با وجود همه این مردم قاعده‌های بهداشتی را رعایت نمی‌نمایند، میگویند نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند. من تاجی و موده مدیر شعبه کار با زنان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند طبق نقشه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همه روزه ما در همکاری با مرکز نظارتی دولتی سنتری اپیدمیولوژی شهر در موضع‌های سیرآدم در تمام کوچه و خیابان‌های شهر گشتگذار می‌نماییم. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که همه شهروندان نسبت به این بیماری بی‌طرف هستند. همه روزه در تمام موضع‌هایی که بسیارتر مردم در آنجا جمعند به نقاب‌های محافظتی گشتگذار نموده ایستادند. گرچند می‌فهمانیم با آنها با به اهمیتی کار به مسکر و کوچه‌ها گشتگذار می‌نمایند. از تمام شهروندان شهر و دیهات پنجکن احترامانه خواهش می‌نمایم که در وقت از خانه برآمدن حتما نقاب‌های طبی را پوشیده با نقاب‌های طبی در موضع‌های سیرآدم گشتگذار نمایند. مقصد اساسی این به ساکنان فهماندن خطر گرفتارشوی به بیماری‌های سیرایتی از جمله بیماری کرونا کووید-19 بوده از ایشان خواهش به عمل می‌آورند تا خود و اطرافیان خویش را از این وبای عصر حفظ نمایند. اهالی از این اقدام پیشگرفته نمایندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و دیگر بخش‌ها در جامعه خوشنود بوده و می‌نداری خویش را چنین اظهار می‌دارند. من ساکن جماعت دیهات شینگ دیهه شینگ رجبلی مولان. من امروز ما در شهر پنجکن حضور داریم. ما بسیار مردم از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان می‌ندار هستند چون که در تمام کار در تمام چهاربینا ما حزب خلقی نمایندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را در بین مردم می‌بینیم. من امروز خیلی که به همگان معلوم است ویروسی کسلی کووید-19 باز خروج کرده است. من امروز نمایندگان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان جوانان در بین مردم صحبت ها گذرانیده راههای پیشگیری کردن از همین کسلی مرگاور را در بین مردم برآمد کرده سادند.
من هزار رحمت که امروز من شما در بین مردم کارهای فرماندهی برده فاصله را احتیاط کنید، به تازگی رعایت کنید. من خیلی خاطره ها نوشتجات ها تقسیم کردید سالان ما بسیار میندار هستیم. هزار رحمت میگوییم، تشکر میگوییم. سلامتی اهالی این سالمی جامعه به حساب می رود و ما کوشش می نماییم تا برای سلامتی اهالی سهم گذاشته باشیم و این اقدام نیز به این خاطر راه اندازی گردیده است، میگویند کارمندان مرکز سانیتری و اپیدمیولوژی در شهر پنجکند. ما کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر پنجکند امروز کارهای فهماندهی، تشویقاتی، ترغیباتی با همراهی حزب خلقی دموکراتی و والنتیران کارهای فهماندهی را گذرانیدیم. اینچنین تحلیل ها نشان می‌دهد که مردم ما کمتر به این بی‌پرواگی ظاهر نمودند. التماس میکنیم که همین نقاب های طبی را در وقتی با جاهای سیر آدم گشت و گذار نمودن رعایت نمایند و از نقاب های طبی استفاده برده به نقاب و کوچه نبرایند. چون این اقدام ادامه داشته، نمایندگان مقامات کم اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند، مرکز سانیتری و اپیدمیولوژی و بخش کار با جوانان میکوشند تا کارهای ترغیبات و تشویقاتی در بین اهالی را بیشتر نموده و جامعه را از پیشگیری بیماری‌های سرایتی از جمله بیماری سرایتی کرونا ویروس کووید 19 و استفاده نقاب و آنتیسپتیکا آگاه نمایند. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف برای برنامه اطلاعاتی پیغام. گزارش دیگری ما هم علاقمند است و پیشگیری بیماری کووید 19 و آن دلیل و آن فکر می باشد که حالا هم عادی‌ترین طلبات استفاده نقاب‌های محافظتی از طرف مردم رعایت نمی شود. با وجود آنی که وزارت بهداشت از پیدایش موج دوم بیماری سرایتی کرونا ویروس کووید 19 در جمهوری تاجیکستان خبر داده و اهالی را آگاه نموده است که به نقاب محافظتی به کوچه نبرایند، در جایهای جمعیتی فاصله اجتماعی را نگاه دارند، ولی نمیدانیم سبب چی باشد که اهالی شهر دیهاتی پنجکند علیه گفته‌های بالا عمل می‌نمایند و فکر سلامتی خود و اطرافیان را ندارند. در کوچه اکثر مردم به نقاب گشت و گذار نموده و به بازار و مغازه‌ها که یکی از جایهای سیرآدم‌ترین در شهر است به ملال رفت و می‌نمایند. داخل نقلیات‌های مسافربر باشد از معیار زیاد مسافر بوده و اکثر آنها به نقاب محافظتی اند. نفرانی که نسبت به سلامتی خویش مسئولیت حس نموده و به نقاب محافظتی به کوچه نمیبرایند، نگران از به نقاب گشتن دیگران دارند. سانگین و دلشاد، ساکن شهر پنجکند. من همین را گفتنی هستم که در شهر پنجکند نسبت بیماری کرونا ویروس مردم بی‌پروایانه رفتار کرده هستند. ما چه شکلی می‌بینیم اینا به نقاب محافظتی گشته هستند. من مراجعه میکنم به شهروندان پنجکند که مردم چه که تربیت بدن فرض است، سلامتی انسان هر کس خودش دکتر خودش است، طبیب خودش است. البته باید که ما همین با قانون قاعده دولت که امروز برابر است که با نقاب گردیم رعایت نمایید. سلامتی هر یک شما در دست خود شما است. برای همین التماس میکنم من با نقاب هایتان گردتون هیچ جای نمیگیرد. کرای چم نیست، یک سامان برای سلامتی قیمت نیست. نمیدانیم سبب چی باشد که کسی به سلامتی خود و نزدیکان خویش فکر نمینماید. آخر یک نفر بیمار میتواند باعث سرایت یابی اهل خانه بگردد. امید بر آن مینماییم که اهالی شهر دیهاتی پنجکند به سلامتی خود و اطرافیان خویش به اهمیتی ظاهر ننموده و از نقاب‌های محافظتی استفاده میبرند، زیرا احتیاط نصف حیات است. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف برای برنامه اطلاعاتی پیغام. بینندگان عزیز، در اینجا برنامه اطلاعاتی پیغام با پایان میرسد. برای هر یکشون تنسیتی را خواهم می‌خواهیم.